مرد و زن هر نوع لباسی که می پوشه لباس ساتر بوده باشه، ستری عورت کنه و لباسی با حشمتی بوده باشه که با مروءت اسلامی مخالف نبوده باشه و همچنین جسم انسان امی لباس تمثیل نکنه. گاهی انسان لباسی تنگی می پوشه که کاملا جسم انسان تمثیل میکنه. در این صورت این تو لباس ها درست نیست که انسان از این استفاده کنه و بپوشه، چه مرد یا چه زن. اما لباسی که ساتر بوده باشه کاملا برای زن و مرد، باز هر نوع لباسی بوده باشه درست است که انسان استفاده کنه. البته کالاهای عروسی را که اینجا عکسایش فرستادن مشکلی نداره. این کالاها اگر ساتر بوده باشه با حجاب اسلامی، با رعایتی تمام قوانین اسلامی که کاملا جسم ستر کنه، باز هیچ مشکلی نداره.